موهاش خیلی پرپشته. موهاش خیلی پرپشته بس کچل. ممکن. بخواید نظرمو میگم. به نظر من حرفش کسچره. خیلی چرته یعنی. اگه کچله داشت میگم موهاش پرپشته. حسام کیه؟ کچله. سلام بچه‌های کی به کیه. قسمت 5 داریم میگیریم. این قسمت قراره اسم 2 تا رپر رو بچسبونیم رو پیشونیامون و با هم دیگه راهنمایی کنیم که برسیم به اسم اون رپره. بریم ببینیم چی میشه. بازی جدید آورد. اول تو میگی یا من بگم؟ اول شروع کن. من بگم دیلره. دیلره؟ ایرانیه اصلا یا خارجیه؟ ایرانیه؟ همه دیگه میگن ما دیلریم. همین تی جی. نه. What's wrong with me? خب بذار من بگم موهاش خیلی پرپشته. موهاش خیلی پرپشته بس کچل. ممکن. بخواید نظرمو میگم. به نظر من حرفش کسچره. خیلی چرته یعنی. اگه کچله داشت میگم موهاش پرپشته. حسام کیه؟ کچله. نه پرپشته دیگه. اشتباه گفت. خب میخوام حاجی من 2 تا سوال بپرسم تو بگو آره یا نه. یا تو میخوای راهنمایی؟ نه خب بپرس بعد من میگم آره. خب نسل 1 یا نسل 4؟ چی بین ایناست؟ نسل 2. امیر خلوته؟ نه. خب تو من بپرسم 2 تا گزینه بزن. 2 تا گزینه بپرسم. پرودوسر شخص داره یا با همه کار میکنه؟ با همه کار میکنه. با همه کار میکنه. بعد ویو میلیونی داره یا نه؟ ویو میلیونی زیاد داره. میلیونی داره. خب تو بپرس بعد من حدسم هم بزنم. خب من همین در مورد همین چی کار کنم؟ نه دیگه. تو حدس بزن حدس بزن یادی. این پاپولوژیست؟ نه. نه. خب خب نسل 2 3 بیشتر تکی کار میکنه یا فیت میده؟ این بنده خدا تکی کار میکنه یا فیت میده؟ یه زمان خیلی فیت میداد الان فقط تکی کار میکنه. چه صدایی دارم نسل 2 3 کوروشه؟ نه. نه؟ کوروش هم الان میذاشت با همه فیت کار داره. میکنه. من زیاد تو دانش. خب وایسا تو به حاجی اینو یه 4 تا نشونه بده. 4 تا نشونه بدم. 4 تا نشونه چی؟ یه نشونه. یه نشونه. حالا یه دونه ایران نیست. همه رپرها ایران نیستن. رضا پیشرو؟ نه. نه. میخوای این مدلی بریم حاجی. چقدر فکر کردی روش؟ من باید روی این فکر با کنم. رضا پیشرو هم دوسته. با رضا پیشرو هم دوسته. وایسا تویی؟ نه. نه. خب یه زمان لیبل داشت. لیبل داشت. نسل 2 3 لیبل داشت. حاجی اسم من زیاد تو این مارکت نمی‌کنم. لیبل داشت. حاجی همه دیگه لیبل دارن آخه. خب وایسا یه چی بگم شاید تونستی. جدیدن بدنش هم خیلی خوب شده. ایسین. این که نسل 4. جیره نه. تا خرتن رفت تو داروه الان. بنده خدا استروید نداره. اینم پس نبود. خب بذار من بهت راهنمایی کنم. با خلسه رفیق صمیمی. با خلسه رفیق صمیمی. حاجی خیلی لیتو؟ نه نه. لیتون نیست. دایی با لیتون دوست. با همه دوست داشت. یعنی اسم می‌کنم به رپی بودن تو باشم کنید به اینکه حاجی رپی آخه همشون با هم دیگه دوستن بقیه همشون. رو دوست داریم. ما خب الان چیز داره این اگه نگید چه اتفاقی میفته؟ بیشتر شد یعنی اینجوری که مجازات دارید یا نه؟ نه بابا باید بگیم برسیم بهش. بعد برسیم بهش حاجی. نه 20 ثانیه نه. نه 20 ساعت هست. 20 تا حد دارم رفتید. نه بابا 10 تا زدیم. چند تا زدیم؟ زیاد. 10 تا زدیم. چند تا؟ 10 تا 20 ده. نشده واقعا. نه خب واقعا. تا نشد.
مجازات بخوام از اینجا تایید بدیم یعنی خب چی خودت نگاهش بکن. خب وایسا یه چی میخوام بگم حاجی خیلی زایه باشه. میتونم یکم زایه تر بگم؟ آره فیلم خیلی زوده؟ خب شما میخواید الان یه چی بذارید دهن ما رو صاف کنید بعد بگیم دیگه. ساقی بابا اولش میگی دیلره بعدش میگی ساقیه. خب این که جفتش یکیه که حرف ولی نگفت. کمک بچه هستم ساقیه. هوشمندانه تر بهش فکر کن. ناناس پسر. مرده؟ ناناس نه ای توه؟ من میخوام موهامو کوتاه کنم، شوخی بسته. لیتا که اصلا ساقی بنده خدا فلسفه ساقی. مشروب من با مامانش ویدیو رو میبینن هیچ چیزی پیگیرش میشه. خب یه چیزایی آهنگسازی هم میکنه بعضی وقتا. آهنگسازی هم میکنه. بعد. کشی بیت آره درست گفتم ها. منم راهنمایی کنم هم بگم حاجی. خب وایسا مستقیم بردارم بکنم اینو. یه اسم دیگه بعدش بهش میچسبونی. وایسا یه راهنمایی بهت بدم. با کشی بیت هم رفیقه. خلصه. نه خب بذار من 2 سوال بپرسم. توپله یا لاغره؟ لاغره؟ مارسلو. نه اونش با کشی بیت اصلا ما کار نه نمی‌کنه. راست میگه رفیق نیست. آره. خیلی هم لین خیلی میزنه. لاغ. نه میزنی؟ بابا هر پولو به این یارو چسبوندی کیه این آدم ناخره؟ نه کیو انتخاب کردی؟ نمیزنه. شبیه داخلی رو بگو مثلا شاکی نسیم. نسیم که نبوده. نه بوده؟ شایست. نه؟ خیلی پرتی دیگه. اسم چیزه رو بگو. مجریه رو بگو. علیزیاه. نه بابا خیلی دیگه زایستون رامبو جوان دیگه خیلی زایست. رامبو جوان. وای تو رو خدا دیگه. اینقدر بچه ها سعی شدن. رامبو جوان؟ میخوای بگی جوونه یارو. نه میگم کچله. کچله. آجی چرا اسم رپر یادم نمیاد. کچل چی داریم؟ کچی بیتس داریم که رو این بوده. ای بابا. چند تا سوال شد؟ میخوای کلن خاطر بزنم؟ رامبو جوان. با A2 هم رفیق بود. ببین من یه تیک تاکه. نه. تیک تاک نه. لیبله. آفرین لیبله. سینا مافی. نه سایی. آفرین. بابا بنازم. گوشت برتر. هر کی تا الان منو به خاطر موهام دوست داشته و به خاطر خودم دوست نداشته دیگه اسم منو نیاره. خب تو اول شروع کن. من اول شروع کنم. مرد. مرد نیست. دور گفت. نه مرد خارجی هم هست. خارجی زدید؟ خارجی رو بلد نیستی؟ نه وایسا فکر کنم. خارجی تازه کمرش هم عمل کرده لاغری کرده. پوریا؟ نه حاجی پوریا که اون ایرانی بود تو خارج داره میخونه. تروری؟ نه اونم که حاجی نمیشناسن بچه ها قطعا. نمیدونم. بیا من به تو بگم. حاجی رپر نیست. رپر نیست داداش. پاپ خونه؟ نه رپر نیست. رپره ولی رپر نیست واقعا. رپر کسی به عنوان علی اوج. ولی کلا نه. خیلی گل میکشه این من. خیلی گل میکشه. خیلی. امینم. نه امینم هاش با اون گل سالش نمیکشه. خب وایسا برای تو رو بگم. حاجی با سورنا یه زمان کار نکرد اصلا کلا با سورنا کار نداشته. سورنا با هیچ با خلصه اینا رفیق. با خلصه اینا رفیقه. بابا همه رپرها که رفیقن که. بگو من نمیدونم باید بگی. مافیه؟ باری کلا نه اینم نه. خب تا الان هر چی گفتم دروغ گفتم. این ایرانیه.
ولی ایران نیست. ایرانیه ولی ایران نیست. خب یه و تازه هم وارد مارکت شده. تازه هم وارد مارسلو نه مارسلو حاجی مارسلو نیست. ایرانه. خب برای تو رو بخوام بگم با کشیبیت هم رفیقه. بابا دیگه این بحث بیا بیرون. باشه بذار یه چی دیگه. خب بذار من سوال بپرسم. با کچیبیت رفیقه؟ آقا این آقایی که الان دهنش پره نه. ولی با خلصه رفیق. لیتو. نه. او قرار آسون بذارید دو این پیشونی. یه لوپ گیر کردید جدی. یه جدی؟ بیرون. بیایم بیرون ازش. خب مسعود جهانی نه مسعود. ولی مسعود جهانی گوش میده. چند بار مسعود استوری جهانی گوش میده. مهراد جهانی نه میگم که حاجی اصلا خیلی آقا رپره. رپره. اون سری تو پردیس هم داشتیم گوشش میده. پردیس داشتیم گوش میده تو پردیس همه رو گوش دادیم یه دور. وایسا آشنا حاجی آشنا نه، ایران چه آشنا کرده کی؟ حاجی اصلا آشنا گوش نمیدیم اصلا بالا گوش نداریم راست میگی میشه با رسم شکل به هم دیگه نشون بدید رسم شکل. یا میتونید این کاراکترش رو چند ثانیه بازی کنید هم چند ثانیه حاجی من این بازی کنم میفهمم اوکیه خب اوکی. تیک داره. تیک تاک دیگه تیک تاکه. نه لیبل نیست یه فرق تیک داره. میتونید آقا نفری میتونید دوتا یعنی نفری دوتا باید حسین تیمه. عکس نه عکس باید بیاد نفری دوتا باید عکس بدید یه رفتی من یه رفتم دیدم تو برو یه باید برید عکس باید بیاد عکس توی من شیپ بدنش رو نشون میدم دوست. نه خب شیپ بدن نیست دختره آفرین. اون که تو کفشی بدون که خیلی واسم ایزیه. نیکی میناج خارجی نیست نه خارجه ولی ایرانی. ایرانیه ولی خارجه نه خب من حالا باید اجرا کنم حاجی تیکدار چیزی تو ذهنم نمیاد بیا. الان. خب پوتکه. باریکلا بابا بنازم. آمد میلاد. ساعت موش من سیاستی یکی دیگه برای من بیا ببینم خب شاهین I want more. داداش اکت نگفتش حرف بزنی یه عکس بیا من عمرن اگر این یارو رو گوش بدم عکس از زیاد نه وایس عکس زیاد نرو عکس تو اینجا آشم میتونم. نه خب نمیشه مستقیم باشه بگم عکس چیه. که منطقی باشه سوگن نه سوگن نه. اینجوری نیست من این لاغر کرده. تو چند تا اینجوری داریم بگو دیگه. نمیدونم یه عکس دیگه خب براش بیا با کچیویتس هم فیت داره. آجی این هلیوم نه هلیوم هیچ جاجی اینو نداره بابا تا اینو نگاه کن. اینو نداره ریری نخشون عشق مال ریریه با نه که ما همیشه نشان میزنیم 20 دقیقه طول دادیم من من راجع به گفتم. ریری صحبت نمی‌کنم گفتم. فوتک. بریم بیا 3 2 1 این یکی رو من دیگه میخوام زود فکر کنم سخت‌ترش کردم ولی بعید می‌دونم بتونم حدس بزنم داداش با اون چیزی که من دارم اونجا میبینم من میدونم اینجا چیه. جدی؟ آره. چیه؟ این به نظر من رفیق خلصه است. نه نه حاجی این من میتونم با اولین تارگت بزنم دوستان آره چیه کیه؟ هیپاپولوژیست در سطح این بنده خدا هم نیست. در سطح این در بنده سطح این بنده خدا نه هم بابا. نیست. یعنی به گرد پای این بنده خدا هم نمیرسه. بس آجی خیلی سخت شد دارم شکست نفسی میکنم ولی چرا تو داری شکست نفسی میکنی؟ خب به نظر بذار من مثلا یه اکتشو بیام واسه عکسشو آره بیا اینه خودتی؟ خیلی ایکی؟ باهوشه نه بابا ولی ایکی نیست ایکی این محسن. باریکلا بابا اون پس خوش اونو نمیتونی حدس بزنی. جدی خیلی سخته آره بذار من عکس کچله کچله هیچ کس حاجی هیچ کس الان ماش بلند شد. خیلی اجراهای زندش خیلی حرفه‌ایه. رضا پیشرو
حرفه‌ای‌تر. حرفه‌ای‌تر. دیدی سیسا؟ فهمیدم اگه حرفه‌ای‌تر ها رضا پیشروه فهمیدم دیگه. که علی گرامی دیگه. تیرامیس میره نیست؟ نه. یه ولی تیکه تکساشو بگو. علی گرامی هم گوش میده. یه تیکه تکساشو بگو. یه تیکه تکساشو حاجی حفظ نیستم بعد گوشی نگیر. بچه من تو طبیعت هم خواستید لوکیشن میتونم براتون بفرستم. جفتمون اصلا نفهمیدیم استانبول رو کدام بازیمون دادن. من الان تو طبیعت سیر میکنم. خدایی آخری ها خوب حد زدی. خیلی ممنون از بچه‌های پشت صحنه. متشکریم. متی باید فری استایل. به نظرم یه فری استایل بریم و فقط آقای فیلم برداری می‌خوای شما بدی؟ حتما. متشکرم. یا چمرون بیا ایکی پسر بیا کف شهرم تا تی راه میرم لا تی خواستن خفتم کنن با بچم ولش نکردم مثل سجاد شاهی جواب تیلیف نمیدم نباشه کاری خوبتونم و میگیره اگه داره باری سر مرام و معرفتمون بوده اگه جواب تو دادیم توی جمع یکی دو باری نمیاد لباس گنگ بهتون دنبال سهرمی مثل پلنگتون طولی نمیکشه با بیتام بشم تیم صدام یوزیه میپیچه مخت همش قبل رفت بودم شمرون دافاتون دنبال آیدی من بدن نود انقدر رفت آمد داشتم دیگه نداریم ترسیم از زندون شدم ددپول با دو کلت و آب میپردازم بهتون دافاتون میزنن واسم بیدندو رفیقام دارن قد پیکنیک رفیقات پا پیکنیک میشن هی دود 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 هی مه میشه توی ماشینامون از دود فلو کلمه جاریه مثل آمازون رود رپ نسب که زندگیم دادش سود یو گنگ بابا چکریم خدا میده کش همه چی پوله تش سودا میاد 100% خودم اونا کرون من شرط دستم شروع میشه روز کاردم فرو میره تو پولا بولو میره زور بار پیغا و لوفیه دود میشه هر کار کردم زود میشه جنس میزنن مخا گوز پیشه سپیش نشم تیفی زود پیچش امرون تولیده خوابم تنظیم بازول بیدم زور خونه نمیره زور میگه کوربان نور دیده قبل من نمیدونستی پول چیه شب و لش میچرخم تو بودن تو خونم تو دودم رپ خوندن تو خونم بعد قامی میکن تو دولم و هنو دنبال کوکولن میره میاد تو شهر گروشم گاف میاد خونم بروجک خریداریم اگه واسه فروشن خریداریم از اینا نیستیم از ایناییم اگه اومدی شمرون از خدمتیم پذیراییم یو دست خوش متیفی بره واسه خودش بره بده بیاد بره بده بیا دست خوش بعدش کن خطش مشتاق قطعش کن آقا برنامه پنجم همینجا به پایان رسید خیلی اصولی اصول کاملا رعایت کردیم توش خیلی و اینکه امیدوارم لذت برده باشین تا برنامه دیگر بدرود خدا نگهدار دست خوش دیگه